پارچش به شدت راحته، انقدر راحته من میتونم بگم که من این پارچه رو خیلی دوست دارم. آره چون پارچه لباس خوابه واسه همین راحته. نه پارچه لباس خواب نیست واقعا این دیگه اینقدر لباس خواب نیستش. مثلا انتخاب پارچت اتفاقا من پارچه‌مو دوست دارم چون تخصصم خودم، پارچه‌مو چیزی که خودم دوست راحت بودم رو انتخاب کردم. تخصصت اینجا دیگه نتونستی استفاده کنی ازش که تا جایی که تونستم استفاده کردم چون تخصصم به قول شما اینجوری برداشت کردی که من تخصصم و خیلی خوشحالم که اینطور برداشت کردی. من این ادعا رو نداشتم در واقعیت انقدر که شما بولدش کردی. میخوام بگم که من چون تو این پارچه انقدر راحت هستم این پارچه رو انتخاب کردم حتی اگر بخواد چروک بشه. اوکی؟ مرسی از نظری که دادی. تو به عنوان یه میزبان اصلا درست نیست اینجوری ظاهر بشی، انقدر شروع و انقدر چرا؟ آره به خاطر اینکه زشته، شلخته به نظر میای. خب چرا شلخته به نظر میاد؟ یه پارچه که شاین داره، من که سته توی خونه است. یه لحظه وایسا ببینم، الان داری با من بحث میکنی؟ نه دارم میپرسم به خودم. خب منم میخوام یاد بگیرم. دارم جوابتو میدم دیگه. بله. وسط جواب من یهویی نه میدونید چیه؟ بفرمایید. این جواب خواستن نیست، این توجیه. بله.